اطلاع کلی دانش آموزان میرساند جهت دریافت و تحویل کتاب از کتابخانه سیار به محل مسجد مراجعه نمایید. سنجاب 15 را در راه راست کرد، یاد سرمای زمستان افتاد. 8 تا سطر برداشت، از توی کتاب پرید بیرون و آبها را تون ریخت توی دریا. دخترک مهربان از پدرش و مادرش اجازه گرفته بود تا به خانه مادر بزرگ برود. با لبخند پرسیدند اسمش چیه؟ سکندر. به چه آفتابی، این زمستان هم بالاخره تمام شد. آفرین حاج آقا. خب حاج آقا رو هم تشویق کنید، بچه ها تشویق کنید. حاج آقا هم شد مروج کتابخوانی در روستای مهند. احسن.